اسفناج پلو، خوشمزه ترین پلو مخلوط پاییزی. به نظر من همین اسفناج پلوه. برای درست کردنش هم پیاز خلالی رو قشنگ تفت بدین تا سبک بشه. سینه مرغ مکعبی رو بهش اضافه کنید. ادویه ها رو هم اضافه کنید و تفت بدید. چاشنی خوشمزه این غذا رب اناره که باید به مرغ اضافه بشه و تفت بخوره. اسفناجایی که نه خیلی درشت نه خیلی ریز خورد شده رو با شعله بالا تفت میدیم که آب نندازه، رنگش هم زیاد تغییر نکنه. گردو و نمک هم اضافه میکنیم و میریم سراغ برنج. آب که جوشید برنج خیس خورده رو بهش اضافه میکنیم. حواستون باشه باید برنج رو زنده تر آبکش کنید. برای تدیگ ماستی جذابش هم یک کمی از برنج آبکش شده رو بهش ماست و روغن و زعفرون و نمک اضافه میکنیم و میذاریم کنار. نکته مهم این پلو مخلوط اینه که برنج که آبکش شد و آبش کاملا رفت، باید اون مواد اسفناج و مرغ رو با برنج ترکیب کنید. بعد باید اونو دم بذارید، نه اینکه لابلا بیایید اونو بریزید، چون اونجوری خمیر میشه و پلو مخلوط خوبی بهتون نمیده. بعدم با شعله کمی 1 ساعتی دم میذاریم و ببینید چه پلو مخلوطی شد. طعم خوش رب انار و اون گردوهایی که زیر دندون میاد خیلی این غذا رو جذاب میکنه. درستش کنید و در کنار خانواده لذتشو ببرید. آموزش بعدی یه سیب زمینی تنوری فوق العاده است. منتظرش باشید.